خب برادر قربانعلی سلام علیکم. برادر قربانعلی خوش آمدی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و پیش برکاته. از خان بخشش میپرسم و تمام مردم تاجیک، چون که نو آمادگی برای برنامه داشتیم، ما حالی در کاریم، سر دهن ما خوب نیست. نه دایی قضیه نخواستیم یا خاموش بشتم برای همین کتیم یک دهن صحبت کنیم باید انشاءالله که ایپای کار بفرما. باشیم. اول پیش از همه برای خانواده گذشتگی تعزیه بیان میکنیم، الله رحمت و عافیتشون کنه. بعد این گفتنیم که خیر البته که عیب همه ما و شما است، چون که تو این قصول خاموش ایستادیم، این قصول مثلا کاری نکردیم. مردم هر کاری که بلوش آوردن خاموش ایستادن، هر ظلمی کردن بلوش خاموش ایستادن. امروز خیر با این مصیبت گرفتار شدیم. دیگه اینکه بعد یک گپ برادر شام هم همه وقت میگوید، میگه که مقصد برای چی رحمانو باید به ما رسید دیا، برای چی ما رسید یا که برای چی فلان کارو بکنه، برای چی تعزیه پرسه وقتی که ما خودمون او را طلب نمیکنیم. برای چی ما را سویت میتیم وقتی که ما او را طلب نمیکنیم؟ البته سویت نمیتید، سویت در دیگه جا میفروشه. این سویت کشتن چند طرفه فایده میکنه در رحمان. وقتی که مردم سویت نداد کمرش از سودا میمونه، یا کمرش به سودا میروه، خانهای کمره همه این در سودا میروه. البته که اولی شاید یکون کس بگه که خیلی همون سویت هم مردم باشه، هم سویت هم استفاده برن پول سویت هم میتن. نه، نگاه کن برای خریداری سویت همه وقت رحمان آدم میوه که سویت یگان جو فروشه، همه وقت آدم میوه چند پیزوید باشه هم خزر میفروشش برای او را کلین میوه، اما کمر فروختن نمیوه. ما زوادها و فابریکا نداریم که او را در اوجا استفاده برن مقصد فروشنش، یگانه راهش همین خلق فروختن است. کمر سویت هم میکشه مردم، کمر در خلق میفروشه، هم پولی سویت کار میکنه هم پولی کمر کار میکنه. اگر مردم سویت بتونه مردم یک طرفه میگیره، پولی سویت هم میگیره، کمرش هیچ کنی سی بخره در هیچ جای نمیتونه فروشش. این یگان جایی که خیلی نیست که خیلی نیست که سویت نمیرسه او نیست قوای بقوای اهالی موضوعی چیده خیلی بهانه میکنن مقصد که پاتریب نیستی آدمو بیسوش دیگه ما نیست بیوایم. این دروغه، این همش بهونه است. همه مقصد که دو طرفه فروختن همه چرا پول کار کردن پول عکسای مردم گرفتن تمام یگان چیز دیگه نداره. و همین خاطر مردم باید که حق حقوق خود دفاع کنن، باید طلب کنن. من نمیدونم که مردم دیگه چی ظلم دیگه شنه که مردم بخواد یگان ظلم در روی دنیا دیگه نمونده که نکرده باشه برای ما تا بعد ما بخواد. برادر قربانعلی اگر همین 6 نفر همین یک عائله 6 نفر در افغانستان در همین زمان طالبا اگر که از دود انگشت از دنیا میرفتن، تمام مردم دیگر در رسانه ها فعال میشدن، همه دیگر شروع فهمیدی. اگر همین حالت در افغانستان صورت میگرفت، رسانه ها شروع میکردن، رسانه های داخلی و خارجی و بلاگرها و انم دیگه همه دیگر گوش طالبا را میخوردن. این در تاجیکستان صورت گرفتگی فقط مخالفین ایرا گفتی همه عبدالله دوله توف ایرا چیکار میکنن؟ میگن هنگامه میسوزن. بله مصیبت های، ولی میگن که خیلی به تقدیر مرده. من به این چیز راضی نیستم، به این چیز اصلا راضی نیستم. اجل مسما دیگر های. این نمید بگم که بازوهای حکومت یا به سوانت دینی دو عقل دارن، نه دینی سواد دینی دارن، نه سواد دنیوی دارن. یک آدم بیمار میشوه، سکاری زنگ میزنی، اگر سکاری نیا میبره میروه، سکاری میان میگیره میبرش تبابتش میکنن، نجات پیدا میکنن. اگر سکاری نیا میبره او وقتی بودگیش بوم دوام میتیه. میفهمی؟ ولی در همین باره مردم دیگر وقتی که نمیتونن دیگر که دفاع کرده، ترس دارن، جرأتی هیچ چیز ندارن، بعدن میزنن در گوش تقدیر. درسته؟ تقدیر اون چیز دیگر چیز هست که در بله در باره همین تقدیر برادر اشرف نگاه که وقتی که یک کس با عیب حکومت مرد دیگه چوپلوس و این وای همه میبرن میگن که ای تقدیر شما
توبه کنم خدا تشکر شما میگه مقصد به خداوند جمع میکنی خیر تقدیرش بوده نصیبش مرد خیر پس اگر مردن به همه راه که مردی تقدیر نصیب باشه خیر مردی خیر پس چرا امروز اگر نه او بانکیر معاون بانکیری که کشتنش امروز تو آمریکا و تو تا همه جو مردم قبیزه برای خیلی وای هم نصیب تقدیر بودم که بود مر چیزا کنی مردم میگیره ترما میکنی چیزی تو آمریکا و تو همه جو روج یک 100 کس از وید قبیله گندر هم تو کدومی که معقولش نباشه میگیرن دامو تیم مهم زده برده محکم کرد هر چیزا در ایجا تقدیر استفاده نمیبرین کسی را نبرین ترما نکنین یا که یک کور دیگه کدوم بودم نباشه که خیلی مرد نبرین یا که انسانی که برمات گاز زد خیلی تقدیرش گاز زدم داد نبرین محکمش نکنین چه تقدیره درست. خب برادر قربان علی سلامت باشه. تشکر زیاد. برادر قربان علی نماینده گروه 24 در امریکا هستند و کسانی که در امریکا قرار دارین و این برادر را نمیشناسین یه خوب بدونین که این برادر نماینده رسمی گروه 24 در امریکا قرار داره و نامه هم به امریکا فرستاده شده است. کسایی که از گروه 24 تسلیم کردگین خطانه دلتون گروه 24 گفتگین این برادر را پیدا کنین وگرنه الکی زنگای تلفنی و خط رای کردنی بعضی ها شروع شدگی است که اکمو چیکار کنیم به این برادر تماس بگیرین یا همه چیز برای شما بفهمونه. زنده باشید. ما بخشش میپرسیم یا بار دیگه ما وقتی کار دارم ما در این باره ان شاء الله که یگان روز به حضور صحبت میکنیم ان شاء الله حوزه که در این قضیه نخواستم میگه بی‌طرف باشم و همین خاطر دیگه برام. سلام علیکم. زنده باشی. خدا نگهدارت برادر.